سلام دوستان عزیزم، روز شنبهتون به خیر و خوبی و خوشی انشاءالله که یک شنبه خوب و عالی داشته باشیم. امروز به رسم شنبه ها اسفند و دارچین دود میکنیم. اسفند برای دور شدن از چشم زخم و چشم نظر، دارچین برای کسب ثروت و برکت. چون امروز اولین شنبه ایام فاطمیه است، با هم 135 مرتبه صلوات هدیه میکنیم به خانم فاطمه زهرا. و شنبه ها چون مخصوص خانم ام البنینه، با هم 184 مرتبه هم صلوات هدیه میکنیم به خانم ام البنین. و چون ایام فاطمیه افتاد تو این شنبه ام البنینی، یه دونه نمک هم میگیریم، امروز روش صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به یه آدم نیازمند. حاجت های محال، چون نمک دوستان دور شدن از انرژی منفیه و هر چقدر نمک میتونین نذر کنین. نذر نمک ردخور نداره عزیزای دلم. هر روز صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو اگر میتونی روزی 1 مرتبه بفرست. تو ایام فاطمیه حتما نماز استغاثه خانم حضرت زهرا رو بخون، خیلی ثواب داره، باعث میشه هر مشکلی داری مشکلاتتون حل بشه. خانم فاطمه زهرا دست رد به سینه کسی نمیزنه. انشاءالله که حاجت روا بشین. صلوات حتما بفرستین دوستای عزیزم، نمک بگیرین روش بخون، روش صلوات بفرستین، آیت الکرسی بخونین، پخش کنین، لقمه نون و پنیر پخش کنین. دوستای عزیزم انشاءالله که هر حاجتی داشته باشین خانم فاطمه زهرا بهتون بده. الهی آمین. چله خانم فاطمه زهرا امروز روز 4مش دوستان گلم. اگر شما شروع نکردین از امروز شروع کنین. این چله واقعا حاجت روایی داره. روزی 5 مرتبه سوره کوثر، 1 مرتبه آیت الکرسی و 14 مرتبه هم صلوات بفرست و هدیه کن به خانم فاطمه زهرا. بیشتر دوستان میگن ما اشیامون گم میشه، طلا، پول، کارت ملی، شناسنامه، سویچ ماشین، نمیدونم کلید خونه، اینا رو بیشتر اوقات گم میکنیم، میذاریم یه جا نمیدونیم کجاست. دوستای عزیزم وقتی که این اتفاق براتون افتاد، یه روسری وردار گره بزن، بذار یه گوشه خونه، بعد 100 مرتبه بگو یا دلیل المتحیرین، یا 100 مرتبه بگو الله نور ناظر، 11 مرتبه هم سوره زها رو بخون و ببین که سریع هر چی که گم کردی پیدا میشه. اول توکل بر خدا. میخوایم از 4شنبه آینده انشاءالله نذر شیخ نخودکی رو شروع کنیم. واقعا حاجت روایی داره، حاجت میده دوستای عزیزم. مثلا 4شنبه نیت کن به نیت حل مشکلاتت. 100 مرتبه بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی. 5شنبه بگو یا فاطمه زهرا ادرکنی 100 مرتبه. جمعه هم 100 مرتبه بگو یا جواد الائمه ادرکنی. دوباره شنبه 100 مرتبه بگو امن یجیب و مستر اذا دعا و یک شود سو. 1 شنبه هم 100 مرتبه صلوات. 2 شنبه هم 100 مرتبه یا ابوالفضل عباس ادرکنی. 3 شنبه هم 100 مرتبه استغفر الله ربی اتوب الی. 4 شنبه هم یا زین العابدین ادرکنی. اینا رو روزی 100 مرتبه بگو از 4شنبه تا 4شنبه آینده. انشاءالله که آقا شیخ نخودکی واسطه میشه و مشکلاتتون رو حل میکنه، حاجت روا میشی. واقعا هم حاجت روایی داره دوستان. التماس دعا، روز شنبه خوبی داشته باشین.